مرد موه شکی بریزونه خیلی زن میشه آخی موهای بندی پوش و بندی دست و همه شکی بریزونه و ریش شکی بتروش چی میشه دیگه؟ مردش چی میمونه دیگه؟ زینت برای زن است، برای مرد نیست. مرد همون سیر پشمش خوب است. دیگر گفته است موی پا، موی دست، موی گردن رواندن به خیمیکات ها و داروها جایز است یا نه؟ خب البته که این جایزیش اگر همون زنی که شوهرش امرش کنه جایز است. مثلا شوهرش همون زنش بگه که موهای پا بریزون با اینمی چیزای دیپیلیاتر قطعی یا اینمی چیزای میریزونده قطعی موهای پاش دستش گردنش هر کجاش بریزونه مرحمت ریزوندن میگیره جگون گناهی نیست. شوهرش بگه برای شوهرش فقط پشندگی باشه، با مثل بیدین ها وری موش نریزونه و بعد بالاش کنه مینیوب که قطعی بگرده، این حرام است، بیدین میشود. مالش موی همه که جایش که میریزونه ریزوندن میگیره برای شوهرش حلال و جایز است. اما برای مرد موه شکی بریزونه خیلی زن میشه آخی موهای بندی پوش و بندی دست و همه شکی بریزونه و ریش شکی بتروش چی میشه دیگه؟ مردش چی میمونه دیگه؟ زینت برای زن است، برای مرد نیست. مرد همون سیر پشمش خوب است. دیگر گفته است که السلام علیکم دوملای محترم، زنی که باریزاگی شوهرش موی خود را میبرد، بعضی آدم ها میگوین که طلاق میشود، بعضیش میگوین که طلاق نمیشود، آیا کدامش درست است؟ این موه بریدن به طلاق دخل ندارد. طلاق مسئله الهیده است. موه شبرید البته که گناهگار میشود، استغفار کنه، رو به خدا بیاره، اما طلاق نمیشود به بریدن موه. اگر با شوهرش راضی باشه، اینطوری شوهری دیوسی نامردم که باشه راضی باشه که موی سرش زنش ببره و سرش لیچ کنه و قطع یک مرده که دیگه بروه و رنگی عروسواری والس بروه های میان زنش بقپن و مردنش بهتره. تری مردک او مسلمان هم نیست. و مردک کوتاه کردن موی زن اگر شوهر امر کند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کرده است که زنها خواهرها بدانند، آگاه باشند که لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. مخلوق اطاعت نمیکنی وقتی که خالق امر کرده باشد. خالق خداوند جل جلاله امر کرد که نماز بخون، اگر پدر یا مادرت منع کنه نماز بخون، اطاعتش نکن. پدر یا مادر امر کنه که زنا بکن، عرق بخور، دزدی بکن، اطاعتش نکن در این حالت ها، چون که خدا ایره منع کردگی است. مخلوق اطاعت نکن وقتی که خالق امر کردگی باشد. از این رو اطاعتش نکنن وقتی که اما مرد امر کنه که موی سر تکل کن. دیگر رنگ کردن موی زن و مرد چی فرق دارد، چی حکم دارد؟ رنگ کردن البته این من نیست. مردها میتونن ریشوشون حینه قطعی سرخ کنن، رنگش کنن. زنها میتونن موی سرشون مثال یگون رنگی بکنن، این جایز است. فقط رنگ سیاه کردن برای مردها حرام. مردها اگر موی سرش یا ریش لکی سیاه کنه، رنگ سیاهش کنه، حرام است، عاصی می شود. زنها دا جایز است. زنها میتونن که موی سرش زرد یا که مثلا سفید پیرشیدگی سیاهش کنه، خودش زینت بده، برای شوهرش حلال است. برای مردها حرام است. برای مردها در فقه اسلامی اجازت است، فقط در حالت جنگی بین مسلمان ها و کافرها، در این صورت مسافد های پیر میتونن ریشاشون رنگ سیاه کنن تا که دشمن نگه که مسفید افگاره. در همون حالت دیگر وقتها دا جایز نیست. اما ریشانی رنگ کردن جایز است. مردها میتونن ریشاشون یگان فقط سیاهش نکنن، دیگر رنگش کنه میشه. این در موسم حج هم دیده باشین، مردمای پاکستان ریشوی دراز دارن سرخ کردگی هینقتی جایز است. خب دیگر گفته است موی پا، موی دست، موی گردن رواندن به خیمیکات ها و داروها جایز است یا نه؟ خب البته که این جایزیش اگر همون زنی که شوهرش امرش کنه جایز است. مثلا شوهرش همون زنش بگه که موهای پا بریزون با اینمی چیزای دیپیلیاتر قطعی یا اینمی چیزای میریزونده قطعی موهای پاش دستش گردنش هر کجاش بریزونه مرحمت ریزوندن میگیره جگون گناهی نیست. شوهرش بگه برای شوهرش فقط پشندگی باشه،
به مثل بیدین ها واری موش نریزانه و بعد بالاش کنه مینیوب که قطی بگرده. این حرام است، بیدین می شود. مالش موی همه که جای شکمی ریزانه ریزانده میگیره، برای شوهرش حلال و جایز است. اما برای مرد موه شکی بریزانه خیلی زن می شود. آخی موهای بندی پوش و بندی دست و همه شکی بریزانه و ریش شکی بتروش چی میشه دیگه؟ مردش چی میمونه دیگه؟ زینت برای زن است، برای مرد نیست. مرد همون سیر پشمش خوب است.